میگیره، در این حال کمک‌های مالی آمریکا هم میگه به طالبان ادامه داره به یک شکل. درسته؟ به طالبان آمریکا کمک نمیکنه. یک گپ اشتباه است. کمک‌های بشردوستانه صورت میگیره که تقسیم کمک‌ها از رای ملل متحد و تشکیلات غیر دولتی صورت میگیره، اما سیاست امریکایی است که مستقیم به طالب کمک مالی نکنه. دوستان این سوال پیش اومده که خب پس طالبان پول از کجا میگن که در واقع همه چیز تونستن تا حالا به یک شکل نرمال؟ خب از مالیه از گمرک‌ها میگن، صادرات دارن، باز صادرات حتی معدنیات باز صادراتش دارن و منابع دیگه هم به دست اونا هست، اما امریکا را سیاست است که کمک مستقیم مالی به طالبان نمیکنه. شما با